سلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری کانال. امروز 9 ایون است و برای شما از نرخ و نواهای پرسا دیدن میکنیم که ببینیم امروز چندین نفر رو از ما پرسیدن که نرخ پرس چند می باشد. گفته من هم سری گذر برای شما از اگر صاحبشون باشن نرخ نواشون برای شما بپرسم. روبل روسی برابر است به 123 سوانه 50 درهم دوستو. اینجا غیر از پرس بیده دیگر نمودی خوشک برای گوه نبوده است. هم نرخی این پرس را پرسا میشم برای شما دوستو. اینجا پرس فروشو نزدی بازاری شنبه بازاری دیوم چسکه است دوستو. خیلی میریم نرخشون از صاحبشون پرسا میشیم که ببینیم نرخ نوا اینجا چند سامان باشد خوشک هم دوستو. پرس 27 سامانی میگید. دست صفقش همین درنی منطقه دیوم چسکه بوده است. خلاص طرف یکم نمیرفت. خیلی رقماش حاضر برای شما میگیرم. اون کس او خریدارو باشد دیگر حتما زنگ میزنید و خریداری میکنید. این هم دوستو این هم 27 سامانی بود است. بیدید نه دویم داره باید انا کسی خریدار باشد رقم تلفنشون است 37 25 82. دست صفقه تا کجا داره ویس مسجد لوگاجا باشد با دبولش نرخ میمونه یا اینکه همین نرخ میبردن 27 سامانی. بیدی کجا این سه میشسکه بود است دوستو. خیلی نرخ نوا همین 27 سامانی میگون باید 27 این اکم هم 27 دست صفقه داریم مسجد اینکه از لوگای تشکیل مسجد زنگ زنید خدا خواهد من رقمشون بار دیگر میگم 92 37 25 82. حاضر ماشینشون قرار داره در منطقه دویم با من است تو من 28 سامانی و اینا با اینکه واپشه پرسش گنده سخت با گوی دست صفقه در کجا میبره کجا با میبره چند تلفن برای دست صفقه 79 79 91. این هم پرسش یکی جانم بود است گنده سخت اینجا هم بود است. این رقم تلفنش 92 806 91 06 میتونه دوستو زنگ زنید پرس خریداری کنید. خیلی خدا نگهدار شما باشد. همیشه سربلند و خانه آباد باشد و گفتیم مردم مسجد دایم غنکاتون پری علف باشد که گواتون سیر کنن. خدا نگهدار.